گاهی به نظرم میرسه که برای روایت صحنه‌های وحشتی که جمهوری اسلامی ایران طی 25 سال اخیر آفریده، هرگز کلمات رسا و کافی، کلماتی که بتونن عمق این وحشت‌ها رو تصویر کنن، یافت نخواهد شد. تنها اونها که این وحشت‌ها رو از سر گذروندن میتونن عمق درد، رنج و تحقیری رو که تجربه کردن حس کنن. تجربه زندان و شکنجه تجربه است که تا بازپسین دم حیات با فرد قربانی خواهد بود و بازماندگان این تجربه تلخ و زهرآلود تنها با گفتن و بازگفتن ماجراهای خود میتونن بار سنگین و تحمل ناپذیر این رنج‌ها رو تحمل پذیر کنند. سکوت کردن مانند پروراندن نطفه‌ای است در درون که رشد اون میتونه کالبد قربانی رو در هم بشکنه. سکوت یعنی بقا و حفظ دائمی ظلم در درون قربانی. آرامش در خاموشی نیست. اگر آرامشی باشد تنها در باز گفتن است.